عزیزان به کانال من خوش اومدین. اگر مایلین این کلوچه خوشمزه دلچسب با خمیری که بافت پنبه‌ای خیلی عالی داره رو داشته باشین، پس با من همراه بشین. بافت خمیر رو ببینین به چه شکلیه، نرم و پنبه‌ای. برای تهیه این خمیر 1/2 پیمانه شیر به دمای محیط رسیده، 3 الی 4 قاشق شکر، از قاشق غذاخوری استفاده کردم، 2 قاشق چای خوری خمیر مایه، این 3 ماده رو با هم مخلوط میکنم. بعد 1 دونه تخم مرغ اضافه میکنم. تخم مرغ رو هم یه مقداری هم میزنم تا از حالت لختگی در بیاد. حالا 2 لیوان آرد الک شده و 1/2 قاشق چای خوری نمک بهش اضافه میکنم. 1/2 قاشق چای خوری بهبود دهنده خمیر که اختیاریه و میتونین نریزین. 1/2 قاشق چای خوری پودر هل. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنم تا خمیرمون به دست بیاد. تو این مرحله که رسید 30 گرم کره به دمای محیط رسیده رو به خمیر اضافه میکنم و با خمیر ورز میدم. وقتی کره به خمیر اضافه شد کاملا، روی سطح صاف آرد پاشی شده حدود 10 دقیقه خمیر رو ورز میدم تا یه خمیر صاف و خوب که به دست نچسبه رو داشته باشیم. حالا توی یه ظرف رو یه مقداری چرب میکنم و بعد خمیر رو توی اون میذارم و روش رو با سیلیفون میپوشونم و در جای گرم نگه میدارم برای مدت 1 ساعت تا خمیرمون به عمل بیاد. برای داخل خمیر از 1 لیوان خرمای شسته شده هسته گرفته شده استفاده میکنم. نمیگم چند عدد خرما به خاطر اینکه اندازه خرماها همینجور که میبینین با هم متفاوته. 1 لیوان خرما که 150 گرم میشه حدوداً و 10 الی 12 عدد گردو. به صورت خمیر درشون میارم خرماها رو و 1 قاشق غذاخوری کنجد بهش اضافه میکنم. میتونین از مغزهای دیگه هم استفاده کنین اگر خواستین پودر کنین و بهش اضافه کنین. وقتی خمیر خرمامون آماده شد دستمو چرب کردم و از اونها گلوله های کوچیکی درست کردم به این اندازه که میبینین. حالا بعد از 1 ساعت خمیرمون به عمل اومده. روی سطح صاف یه مقدار کمی چرب میکنم و خمیر رو دوباره مقدار کمی ورز میدم تا پف اون گرفته بشه و بعد اونو تقسیمش میکنم. میتونین به همین شکل تقسیم کنین یا اینکه میتونین با وزنه اونو بکشین تا اندازه ها دقیق در بیاد. من حدود 13 تا زباله بین 41 تا 43 گرم داشتم. میتونین اندازه ها رو خودتون کوچیکتر یا بزرگتر کنین. به همون نسبت هم گلوله های خرماییتون باید کوچیکتر یا بزرگتر بشن. برای 20 دقیقه دیگه اینا رو استراحت میدم و بعد از زباله ها به شکلی که میبینین دونه دونه بر میدارم. یه مقداری بازشون میکنم، از خمیر خرما داخل اون میذارم و دوباره میبندمشون و خیلی راحت روی سطح صاف میتونین با کف دست اونو به این شکل باز کنین. هیچ نیازی نیست به وسیله دیگه مثل وردنه و بعد با قیچی به این شکل برش بزنین.
طریق برش زدن کلوچه ها رو چند مدل میگم. این اولین مدل، خیلی راحته. بعد از اینکه برش زدین سر گلبرگ ها رو یه مقداری جمع میکنیم تا به شکل گل در بیاد. همینجور که میبینین یک گل خیلی قشنگ و خوب داریم. یه دونه دیگه درست میکنم با یه روش دیگه از برش زدن. حالا به جای قیچی از کارد استفاده میکنم. ابتدا 4 برش میزنم که دوتا روبروی هم هستن و بعد وسط اونها رو برش میزنم. و بعد باز سر گلبرگ ها رو جمع میکنم تا یک کلوچه زیبا و خوشمزه به شکل گل داشته باشیم. حتی میتونین برای برش زدن این کلوچه های خوشمزه خرمایی به جای اینکه روی سطح صاف داشته باشین اونا رو روی دستتون بگیرین و به این شکل برش بزنین که خیلی ساده و راحت میشه این کارو کرد. و بعد اونها رو توی سینی فری که کاغذ روغنی گذاشتم میذارم و با یک زرده تخم مرغ و یک قاشق شیر که مخلوطشون کردم رومال میکنم. تو این مرحله میتونین از کنجد یا سیاه دونه استفاده کنین و روی کلوچه ها بپاشین، اما من چون کنجدی که دارم تفت داده شده هستش و نمیخوام رنگ اون خیلی تیره بشه، به خاطر این میذارم بعد از پخت بهش اضافه میکنم. و بعد کلوچه ها رو توی فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم برای مدت 20 تا 25 دقیقه میذارم تا بپزه و اینجوری آماده بشه. حالا میتونین با یک قاشق عسل و یک قاشق آب که عسل رو رقیق میکنه روی کلوچه ها رو رومال کنین. همینطور میتونین از شربت بار استفاده کنین، شربتی که برای زولبیا بامیه استفاده میشه. من تو این مرحله کنجد رو به کلوچه ها اضافه میکنم چون حالت چسبندگی داره، کامل کنجد میچسبه روشون و نمیریزه. عزیزان، اگر از این آموزش خوشتون اومد ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید تا به اونا هم مثل شما بتونم بگم جاتون خالی و خدا نگهدارتون.